تصویری بود که با هم یک جا تماشا کردیم و حال هم مهمان در برنامه داریم آقای امید احمدی، فعال حقوقی. سلام بر شما و خوش آمدین آقای احمدی. خوب هستین؟ تشکر بسیار. سلام به شما بینندگان محترمتان. بسیار خرسندم به شما هستم. سلامت باشین. خب آقای احمدی، موضوعی را که امروز ما انتخاب کردیم ربط میگیره به اقتصاد خانواده و برنامه ما همچنان امروز موضوعی را که انتخاب کردیم چطور میتونیم در هنگام از اینکه مشکلات مالی داریم کنار هم باشیم و اما محبت و صمیمیتی که در نخست در زندگی ما بود همیشه پایدار باشه و این ناهنجاری ها و یا هم مشکلات مالی نتونه که محبت ما را و صمیمیت ما را بر هم بزنه. چطور میتونیم که در کنار هم باز هم باشیم؟ تشکر. مشکلات مالی دامنگیر تمام خانواده است متاسفانه، فعلا خصوصا داخل افغانستان، چون کشور رنجیده و جنگ دیده ای است که بسیار زیاد عقب مانده متاسفانه. مگر بهترین روله که داخل یک خانواده وقتی که یک خانواده زیادتر دامنگیرش مشکلات اقتصادی میشه، جوانا البته بازی کرده میتونه و خوشبختانه که جوانای فعلی امروزی زیادتر کوشش میکنن رشد کنن، زحمت میکشن و اینا بهترین رول بازی کرده میتونن. وقتی که یک جوان افسرده میشه، مایوس میباشه و او در داخل یک خانواده نمیتونه مثلا کار کنه صفا یا زحمت بکشه، کسی جوان دیگه که داخل خانواده هست میتونه رو تشویق کنه. مثلا بسیار مثالای زنده در وجود خود من دیدم میتونم. ما چون از روزی که من کلان شدم زیادتر مشکلات البته بوده، با یعنی از یک روزگار بسیار خراب ما گذشتیم و خداوند یکتا یگانه را شکرگزار هستیم که ما را در یک موقف خود رساندیم و همین تشویقای خانواده بوده. کسای جوانای دیگه که داخل خانواده ما بوده، مثلا کاکای بزرگم بوده، پدرم بوده، مثلا مادرم بوده، خواهر کلانم مثلا بوده، کسای دیگه بوده که زیادتر من تشویق کرده. وقتی که مشکلات زیادتر مالی سر ما مثلا سر خودم آمده، تو ما تونستیم درس خود بخوانم، کاروبار خود زیادتر رشد بدم و در موقفی که هدفی که دارم در آینده به او برسم و این مشکلات تیر شده رفته. مگر موقفی که خواستیم، هدفی که خواستیم در آینده پیش پای خود مثلا میدیدم، در آینده میخواستم در یک مقام برسم، دمو تشویقای از اینا بوده که اثرگذاری زیادتر کرده و ما رسیدیم. و تنها راهش امی هسته که انسان دیگه را کمک کنه و درکش کنه. وقتی که درک کرد میتونه که زیادتر پیشرفت کنه و وقتی انسان پیشرفت کنه مشکلات اقتصادی طبعا از بین میره. دقیقاً. پس از خانواده ها هستند و یا هم این نکته مهم در زندگی میتونه باشه که واقعا در یک خانواده‌ای که محبت خیلی زیاد باشه و یک مشکلات مالی که دفعتا درگیری از اونا شوه، همین محبت و صمیمیت آیا این مشکلات لیاقت از این داره، توانایی از این داره که محبت بر هم بزنه و حتی دو زوج از هم جدا بسازن؟ طبعا مشکلات اقتصادی متاسفانه یک به شکل گفته میدونیم آمیانش که یک دردی هست که بی‌درمان میشه و اگر علاجش نکنی بی‌درمان میشه. مطلب است که هیچ یعنی از بین میبره محبت، صمیمیت، چون تمام چیز ارتباط میگیره به اقتصاد. در صورتی که خانواده مثلا اقتصادش بسیار خراب باشه و مردم خانواده کار کنه به زوجه خود اما رزق روزی که هست که برای او مهیا بسازه، لباسی که مهیا بسازه، یعنی ضروریات اولوی زندگی را در اختیار قرار بده، طبعا مشکلات پیدا میشه. و این زمان یعنی همیشه تلویزیون ها دیدیم که زیادتر مردم هاشتن انتقاد میکنن، هیچ راه حل نمیده. راه های حل بسیار زیاد داره. راه حل مثلا یکی بهترین راه حلش است که از خود شروع کنیم، از خود درک کنیم که ما میتونیم مشکل به طور مثال از اختش به در بیایم و وقتی که ما خواستیم از امی خاص در وجود خود ما دیدیم، ما میتونیم از اون مشکل خود بکشیم. وقتی که از این مشکل خود کشیدیم، تشویق میگیریم خود زیادتر و اون مشکلاتی که هستک و را شریک میسازیم، درک پیدا میگه. در مقابل مثلا بین خانم شوهر زیادتر مشکلاتی که میباشه، یا شوهر متاسفانه نادان میشه یا زوجه میباشه یا خانمش میباشه. وقتی که یکی از اینا طبعا یک سره هوشیاری زیادتر دیگه دیگه میباشن، متوازن در یک حالت نمیباشن. وقتی که در یک حالت نمیباشن، اون کسی که زیادتر عقلمند است او میتونه نفر مقابل خود درک کنه. وقتی که درک به وجود آمد، مشکلات طبعا حل میشه. وقتی که درک به وجود میاد، دو نفر یک جای میشه، وقت یک قدرت میشه، دو قدرت در مقابل یکی دیگه که میاین،
یا میتونه در مقابل مشکل مالی باشه، هر چیز دیگه، هر نوع مشکل دیگه باشه، زیادتر به در بیان، زودتر باید مشکل خود خلاص کنن. از اینکه مشکلات مالی میتونه یعنی زندگی ما را دگرگون بسازه و حتی عاطفه های بزرگ را برهم بزنه، یعنی زمانی که دو زوج میخواد زندگی مشترک خودانه آغاز کنه و در کنار هم بیاین، چقدر میتونه خوب باشه که در نخست از خود یک تعریف داشته باشن و از مشکلات زندگی، واقعیت زندگی خود برهم بگوین، و این چقدر میتونه که یعنی از نگاه روانشناسی در زندگیشون، از نگاه روح و روان و همچنان در زندگیشون چقدر میتونه مالیاتشون و همچنان اقتصادشون زیادتر مثبت داشته باشه. بهترین سوال است. به نظر ما شکرگزار خدا هستیم که مسلمان هستیم. صداقت بهترین کار است. دقیقاً. عروسی ها یا زوجایی که مطلب از عروسی میگن یک جا میشن، با وجودی که دیگر بسیار دوست می داشته باشن، اینا متاسفانه دروغ در بین از باشه و همین دروغ باعث میشه که زندگی را زیادتر تاثیرگذار کنه در آینده. به خاطر که به طور مثال یک پسر به خانم دختر یا به خانم خود زیادتر علاقه‌مندی می‌داشته و برازو به خاطر که خوش نگاه کنه، خوش ببینه، تخیلای دروغی نه برازو مطلب است نشان میده پیش از پیش چیزایی که از عقده خودش به در نمیاد. مثلا در آینده به طور مثال میگم فلان خانه برات میخره، فلان موتر می داشته باشیم، مگر حقیقتا را پت میکنه. همیشه زیادتر اوقات حقیقتا پت میکنه، کار خودم مثلا پت میکنه. ما چیزایی که ما خودم دیدیم، مثلا میگم من فلان جای کار میکنم، این قدر عاید دارم، چون که او را به خود بالاتر نشان بده، این گپا را میزنه و این طبعا تاثیرگذار در آینده می باشه. کلانترین مشکلی که مشکلات زیادتر اقتصادی رو به وجود میاره، این است که وقت ضایع کردن جوانان هست. یک جوان وقتی که از سن 18 به بالا میشه، یا زیادتر وقت ضایع میکنن. یا ما خودم دیدم مثلا بعضی برادر خودم مثلا که هست که زیادتر با گیم علاقه‌مند میبود، زیادتر به خوشگذرانی مطلب بیمورد زیادتر علاقه‌مند با، یا با تلویزیون زیادتر علاقه‌مند میباشه و این باعث میشه که آینده در تاثیرگذاری میکنه. مثلا یک مثال بسیار کوچک از قسمی دیده میتونیم، اگر من امروز وقت خود ضایع میکنم، کار نمیکنم، تحصیل نمیکنم، زحمت نمیکشم، فردا در یک موقف درست باشه. وقتی که فردا در یک موقف درست باشه، طبعا ما عروسی کردنی هستم، درست است. وقتی که ما عروسی میکنم، وقت خود ضایع کردم، قبلا ما با موقف صحیح نیست و اینکم یا همو درآمد درست ما ندارم، طبعا مستقیم تاثیرگذار سر اولادم میباشه، سر خانم میباشه و همین است که به اتفاقی مشکلات، رنج و امو آرامی خانواده را از بین میبرم. همیشه اگر من امروز سرمایه گذاری میکنم، زیادتر سر خود درس میخوانم، کار میکنم، زحمت میکشم، تجربه کاری را کشف میکنم، همراه مردمای دیگه زیادتر کسایی که پیشرفت کرده و اونا کاروبار خوب دارن، رازهای موفقیت از اونها را کشف میکنم و در خود او را در عمل پیاده میکنم. طبعا ما سرمایه‌گذاری بسیار خوبی در آینده کردیم و این نه اولاد ما تاثیرگذار بالاش می باشه، نه خانم مثلا تاثیرگذار باشه و حتی با نواسه ها یا با نواده های ما تاثیرگذار باشه. یک انسان زحمت میکشه، وقت خود ضایع نمیکنه، طبعا زندگی آینده بسیار خوب پیش میره. اگر من امروز وقت ضایع میکنه، خیانت در مقابل از نام میکنم. دقیقاً. و اسراف چقدر میتونه که در مشکلات مالی و ناهنجاری ها را برپا کنه؟ طبعا وقتی که انسان پلان صحیح نداشته باشه، سرمایه‌گذاری درست نکنه، سرمایه‌گذاری تنها پول ما گفتن نمیده، سرمایه‌گذاری سر افکار خود. وقتی که افکار خود زیادتری سرمایه‌گذاری میکنه، تمرکز میکنه، اسراف نمیکنه، در آینده طبعا اون پول به دردش میخوره یا همو مشکلات اقتصادی دامنگیریش در آینده نمیشه. اگر مثلا یک نفر امروز یک وظیفه بسیار خوب، متاسفانه داخل افغانستان همین قسمت ما تشویش کلان جوانان یا بزرگ جوانان ای است که اونا همیشه از بیکاری رنج میبرن یا اگر کار دارن 6 ماه بعد خود باور ندارن. امو جاب سکیوریتی در انگلیسی میگن که امور ندارن، هیچ در وجود خود نمیبینه. یعنی بهترین لیاقت داره، بهترین دکترا را داره یا ماستر است یا حداقلش بچلر است، اینا کلش دارن، مگر 6 ماه بعد خود فکر نمیکنه 6 ماه بعد ما بهترین آینده را می‌داشته باشم نمی‌داشته باشم، یا وظیفه هم راه باشه نباشه. وقتی که وظیفه نباشه، کل چیز ارتباط به وظیفهش با وظیفهش قبلا گرفته. وقتی که او وظیفه نباشه، مشکلات برش خلق میشه. وقتی که در پلیسی درک از این نداره که چه قسمی مصرف کنه، چون ندیده. میگه مطلب است که برش فعلا اگه ما $1000 است، ماهوار درآمدش از $1,500 است، این در یک سالی زیادتر خرج میکنه و یک سال بعد نمی باشه، طبعا اسراف، دامنگیر، مشکلات، پس دوباره یک سال بعد دامنگیر میشه مشکلات و این مشکلات باعث میشه که یه عروسی میکنه، دامنگیر خانواده‌ش پس دوباره شد. خانواده موفقی که مملو از محبت باشه کدام خانواده است؟ بهترین خانواده است که درک بسیار بالا داشته باشه و زیادتر تشویق داخلش باشه
یکی دیگر را زیادتر محبت بدن، صداقت در بینشان باشه. در صورت بین پدر و پسر، بین دختر و مادر، بین پسر و مادر، بین شوهر و خانم اگر صداقت نباشه بنیاد زندگیشان از بین میبره و همین دروغ باعث میشه که به همیشه امو یک بی‌اعتمادی پیدا شه. وقتی که شیشه میگن، یک مثال ما میانم و افغانا داریم که میگن که شیشه یک وقتی شکست دوباره درست نمیشه، گپ حقیقت است یا آینه شکست. خب سپاس فراوان آقای احمدی که به برنامه تشریف آوردین و برنامه ما رو واقعا با صحبت‌های شیرینتان پر رنگ ساختین و در این لحظات هم یک پیامتان می داشته باشیم که کسانی که اسراف بیش از حد میکنن در زندگی خود چقدر میتونن که یعنی مشکلات خودشان برپا کنن و چقدر میتونیم در زندگی صرفه‌جو باشیم و محبت خود از هر نگاه با برجا نگاه کنیم. تشکر بسیار زیاد. پیام آخرم این است که ما خودم یک مثال بسیار زنده هستم. من زیادتر وقت اسراف میکنم و اگر ما عمو اسرافایی را که 3 سال پیش و 4 سال پیش نمیکردم امروز یک موقف بزرگتر از این میبودم و همین باعث شده که ما در موقعش یا از موقع تیر شده عمو چی میگن مایی را و عراق بگیری یا گل در او بگیری تازه است. عمو را ما البته عاجل از عکس العمل مقابل نشان دادم و امروز تغییراتی که وجود اومده تغییرات مثبتی بوده و امروز خودم خوش هستم، خانواده‌ام خوش است، مثلا دخترک خودم خوش است، خانم خوش است، مامانش خوش است. سپاس فراوان باز هم که به برنامه تشریف آوردین و الهمیان برنامه در ادامه باز هم با ما باشین.